اگر ندانسته ایپتека گرفته باشی بعد فهمی که خطا کردی لیکن امکانیت صاف کردن رو نداشته باشی چی میشه؟ الله از شما راضی باشه، الله از شما راضی باشه. مسئله ایپتeka ما در یکی از صحبت ها گفته بودیم هزارها مراتب سوال هست، هر روز هم میشد. واقعا مسئله که میخواهیم در آید این مسئله یک دو ساعت صحبتی وسیع داشته باشیم. اصل حرام است برادرها. کسی که مثلا فتواهای سبک گیرنده ها را اجرا میکند و فتوای سبک ها کار میکند. فتواهای سبک ما گفتیم در همه چی فتوا یافتن ممکن است. او مردم میگن که روایتش مییابد گفته. لیکن همین سوال های شما هم خودش یک نوعی در دل شما برای چی شبهه شد؟ برای چی سوال میدید که ایپتeka حلال است یا حرام است؟ اگر این 100% یک چیزی حلال میشد اینه نمیپرسیدید. اصل حرام است. آنهایی که اجازت میدهم برای ضرورت، آیا این ضرورت حقیقتا ضرور است یا نه؟ از ضرورت تقدر بقدرها قاعده های دیگر است درباره ایپتeka آینده سخن میکنم. لیکن توصیه ما این است که نگیرید. اگر گرفته باشید حرکت کنید، مقصد تیزتر صاف کنید، به گناهتون توبه کنید.